سلام. در تقویم روزهای جهانی 10 فوریه به عنوان روز جهانی چتر نامگذاری شده. قبل از هر چیزی امروز رو بهتون تبریک میگم. از علت نامگذاری بعضی از روزهای جهانی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما همین که اسمش رو میشنویم حس خوبی بهمون دست میده. مثل همین امروز روز جهانی چتر که ما رو یاد باران، برف، آفتاب کنار ساحل و قدم زدن‌های عاشقانه میندازه و یا حتی به یاد چترهای بسته. به قول شاعر، گاهی باید در خانه میماندم و به رویای رنگین کمان فکر میکردم، گاهی هم به خیابان میزدم، چترم را باز میکردم و به صدای باران قبل از زمین خوردنش گوش میکردم. جالبه بدونید اولین چترهای آفتابی بودند که در کشورهای با تمدنی مثل مصر تولید شدند. در اون زمان خانواده‌های سلطنتی و پادشاهان برای در امان موندن از آفتاب از چتر استفاده می‌کردند. اولین چترهای آفتابی بودند. بعد از اون چتر کم کم وارد چین و به خصوص اروپا شد. زنان اروپایی دیگه بدون چتر هیچ جا نمی‌رفتند، اما فقط زنان اروپایی از چتر استفاده می‌کردند و هیچ مردی جسارت استفاده از چتر رو نداشت. زمانی که مردم میخواستن از باران در امان باشن، روی چترهای آفتابیشون نفت یا روغن میمالیدن که بتونه اونا رو در برابر باران محافظت بکنه. در کشور انگلیس 2 مرد به نامهای جوناس هانلی و جک مکدونالد اولین کسایی بودن که چتر به دست وارد خیابان شدن و اونجا بود که بقیه مردها این جسارت رو پیدا کردن که از چتر در برابر باران استفاده کنن، جوری که دیگه امروز در انگلیس هیچ کسی نمیبینید که بدون چتر از خونه بیاد بیرون. خانواده‌های سلطنتی و ثروتمند برای انتخاب چتردارشون گزینش انجام میدادن، جوری که افرادی که میخواستن چتردار پادشاه یا افراد سلطنتی باشن حتما باید از بازوها و قوت بدنی بالایی برخوردار بودن. بنابراین هر کسی نمیتونست چتردار پادشاه باشه.